یک آدمی آزرا را میگرفتک، سرش کل میکرد، باز گرد سر از او آرد میشتک، باز روغنی جوش بلی سر از او شیو میکرد و وقتی که روغن بین مغز سر از او مرفتک از چیم و بینی و دان از او خون بود میشد و یه رقم اونامو مردک. طریقه دیگه است که به شکل سیاچه جرم داده و اونجی تمامی مردم آزرا را در بین از سیاچه پرتاب داده و اونا نمیتونسته که خود خزو سیاچه نجات بده، یعنی باعث مشتده که چندین وقت طولانی اونا مرقم زجر روش کنه و اونجا از بین بره. هزارها به حسابی صدها فامیلی وقتی از کابل اینا را انتقال داده مشد در قندهار، در بین قندهار منڈی انسانها می لگا در اونجی هزارها زنهای هزاره، جوان دخترای هزاره، جوان بچهای هزاره، خرد بزرگ اینها نیلام مشد باقاعده. یک مرتکه آزرا را میگرفت در دست پایشی امو راستیر بستم کرد و از راستیر در شاخه درخت بستم کرد و شاخه خود خبال میکرد. از او آدم که اونجا بسته شد او از خود خود دونیم میشد و گشتایشی تیت میشد.